الله سبحانه و تعالی در آیات متعددی در قرآن کریم برای ما بیان می کند که الله سبحانه و تعالی هیچ شریکی ندارد و هیچ ذاتی و هیچ شخصی و هیچ امامی و هیچ پیغمبری و هیچ شخصیتی در کنار الله سبحانه و تعالی وجود ندارد که بتوانیم ما به آنها متوسل شویم، از اونها طلب شفاعت بکنیم، از اونها طلب کمک بکنیم. من اتفاقا بارها این آیات رو در برنامه‌های مختلف خدمت دوستان و بینندگان عزیز و گرامی نشون دادم. باز هم انشاءالله در این برنامه بعضی از اینها رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران در اینجا نشون خواهم داد. دوستان اگر این نشون بدن، الله سبحانه و تعالی می فرماید که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس والقمر كل یجری لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. الله صفات الله سبحانه و تعالی رو، قدرت الله سبحانه و تعالی رو در اینجا بیان میکنه در سوره فاطر آیه 13 که الله شب و روز رو برای شما به وجود میاره، خورشید و ماه رو هر کدوم رو تا زمان مشخصی در حرکت مسخر کرده. این است الله پروردگار شما. فرمانروایی از آن اوست، له الملک، فرمانروایی از آن اوست و آنان که به جز الله، غیر از الله، من دون الله، و بارها گفتیم من دون الله، از رسول الله صلی الله علیه و سلم که من دون الله از اشرف مخلوقات شروع میشه تا کوچکترین ذره‌ای که در کائنات وجود داره، همه اینها من دون الله هست. کسانی که من دون الله، به جز الله کسانی رو به فریاد میخوانند، اینها مالک پوست نازک هسته خرما هم نیستن. بعد چی میگن؟ میگن امامان ما زنده اند، شهید شدن. خداوند در قرآن گفته که شهدا زنده اند، در پیش پروردگار روزی میخورن. اولا خود همین آیه‌ای که بهش استدلال میکنن در پیش پروردگار روزی میخورن، یعنی عند ربهم، در نزد الله سبحانه و تعالی، نه در روی زمین که سخنان ما و شما رو بشنون، دعای ما رو بشنون. بعد الله متعال اینا رو میگه که خب به فرض محال شما میگید که میشنون، خب بشنوند. آیه بعدی، آیه 14: این تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم. اگر بشنوند دعای شما رو، اولا که نمیشنون. این تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم، اگر شما دعا بکنید، داد بزنید، فریاد بزنید، نمیشنون. ولو سمعوا، حالا شما میگید میشنون، ولو سمعوا، بالفرض که بشنون، مستجابوا لكم، اجابت نمیتونن بکنن. چرا؟ چون الله متعال میگه ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا شما را اجابت بکنم. پس اجابت فقط الله میکنه، غیر از الله هیچ بنده ای نمیتواند اجابت بکند. بعد اینجا که رسید یک دلایل شیطانی میارن، میگه الان مثلا شما میید پیش یک دکتر، میگید دکتر به من شفا بده. نه خیر، ما پیش دکتر نمیریم که دکتر به ما شفا بده. پیش دکتر به عنوان یک وسیله برای شفا میریم، میگیم که دارو به ما بده، انشاءالله الله سبحانه و تعالی منو شفا میده. چون ما میگیم که شفا به دست الله سبحانه و تعالی است. خیلی از بیمارایی هستن که میرن پیش دکتر، عملا میشن، دارو هم میگیرن، دکتر میگه خلاص خوب شدی، 3 روز بعد میمیره. پس شفا به دست الله سبحانه و تعالی است. دکتر یک انسان زنده حاضری هست که ما به این اسبابی که الله امر کرده و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر کردن که اگر مریض شدید دارو بخورید، میرید پیش دکتر، دارو برامون مینویسه. اما توی که یک مرده‌ای که 1400 سال پیش در زیر خاک هست، میری سر، یا اون رو اصلا سر قبرش هم نمیرن، از هر گوشه دنیا یا علی مدد. الله متعال میگه ولو این که اینها صدای شما را بشنون، مستجابوا لکم، شما را اجابت نمی کنن، و یوم القیامت یکفرون بشرککم، روز قیامت از این شرک و کفر شما اعلان براءت و بیزاری می کنن.
و مثل این در قرآن کریم ما دهها و صدها آیه داریم که ما رو دعوت میکنه به یکتاپرستی، به توحید و برحذر میداره از شرک و خواستن غیر از الله سبحانه و تعالی. وانگهی همه مسلمانان شیعه و سنی، هر کسی که نماز میخوانه، در هر رکعت نماز با الله سبحانه و تعالی یک عهد و پیمان میبنده. نباید مثل یهود باشیم که عهد و پیمانمون رو فراموش بکنیم، بشکنیم. به الله چه عهد و پیمان میبندیم در هر رکعت نماز؟ میگیم چه شیعه چه سنی، همه مسلمان ها، ایاک نعبد، تنها تو را میپرستیم، و ایاک نستعین، و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. بعد نمازش که تمام میشه، السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله یا علی. تعهد چی شد؟ عهد و پیمان چی شد؟ و مثل این آیات زیادی در قرآن کریم داریم که در این مورد ما رو الله سبحانه و تعالی از شرک برحذر می‌داره.